دیگه نمیدونم چی بهشون بگن، نه واقعا از کجا آمدن، چی هستن. اینها رو از اینجا بیرونشون کنیم و از مملکتمون بیرونشون کنیم. برگردید برید توی همون جایی که کسکاراتون اومدن 1400 سال پیش مملکت ما اشغال کردن. بس هرچی خوردید و بردید، برید گمشید. دلاوران و زنده یادان 18 تیر ماه 1359 همیشه در خاطر ایرانیان راستین خواهد ماند. همچنین خاطره دردناک جوانان دانشجوی ایران زمین که دستهای ناپاک جمهوری اسلامی غنچه عمر شیرینشان را چنان خصمانه پرپر کرد که هرگز این درد در جان ایرانی کمرنگ نخواهد شد. امروز در سال روز دو قیام 18 تیر گرد هم آمدیم تا به دشمنان ایران زمین یک بار دیگر نشان دهیم که ما ایرانیان بر سر عهد و پیمان خود هستیم و روزگاری نه چندان دور در دادگری ایران این داد را از شما می ستانیم. ما شیربانوان ایرانی فرزندانمان را در گهواره تعلیمات جنگی می دهیم، همان گونه که دانشجویان دلاورمان درست در 18 تیر ماه به خونخواهی از پدران دلاورشان برخاستند. دلاورانی از ارتش شاهنشاهی ایران که جان بر کف نهادند تا کشور را آزاد کنند. دولت ملایان توسط جرثومه‌ای کثیف به نقشه یاران دلاورمان پی بردند و آنچنان آنان را غافلگیر کردند که این زنده یادان شانس شلیک حتی یک گلوله را به دشمن نیافتند. در زمان این دستگیری ها تنها زنده یاد صدفان ناصر رکنی بود که به هنگام دستگیری او در منزلش فرصت یافت تا به دشمنان ایران شلیک کند و حاصل این تیراندازی کشته شدن یک پاسدار شد به نام محمد اسماعیل قربانی. دستگیری ها از پایگاه هوایی همدان یعنی پایگاه شاهرخی آغاز شد. اعدام ها از روز یکشنبه 29 تیر ماه 1359 یعنی 11 روز پس از کشف این قیام با حکم شیخ ری شهری این مزدور حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارتش آغاز شد. در این روز زنده یادان سرتیپ خلبان آیت محقق، سرگرد خلبان فرخزاد جهانگیری، سروان خلبان محمد ملک و سروان ایران نژاد ثابت افسر فنی نیروی هوایی اعدام شدند. روحشان شاد! روحشان شاد! روحشان شاد! روحشان شاد! روحشان شاد! روحشان شاد! دوشنبه 31 شهریور ماه 1359 به مدت 65 روز رژیم جمهوری اسلامی 115 نفر از خلبانان، چتربازان، توپچیان و افراد نیروی ویژه ایران را به جرم شرکت در این کودتا تیرباران کردند. جمهوری اسلامی در پی امیر هوشنگ نور که او نیز در قیام شاهرخی دست داشت همه جا را جستجو کرد. زمانی که فهمید او از کشور خارج گردیده از خشم به خود میپیچید که چرا او را نمییابد. سرهنگ امیر هوشنگ نور مقداری سلاح نیز در خانه نگهداری میکرد. جمهوری اسلامی نعره کشان در فکر انتقام بود و اینجا یک بار دیگر نقاب از چهره کثیفشان افتاد.
زد و کینه‌توزانه دستور قتل فرزند 18 ساله سرهنگ امیر هوشنگ نور را به نام زنده یاد شهریار نور صادر می کند. شوربختانه جمعی بیشمار از وطن فروشان در پی این کشتارها به دست بوسی امام خونخوارشان می رفتند. امام خمینی گجستک تا شاید این آخوند خونخوار پول سیاهی از خزانه کشور در دست هرزهشان بنهد. دوشنبه 31 شهریور ماه 1359 به مدت 65 روز رژیم جمهوری اسلامی 115 نفر از خلبانان، کفبازان، توپچیان و افراد نیروی ویژه کشور را به جرم شرکت در این کودتا تیرباران کرد. یعنی کودتا نبود، چیز نجات ایران. این دلاورکشی ها ادامه داشت تا 18 تیر ماه دوم. قیام دانشجویان دلیل سرزمینمان، این جوانان به راستی که خون پدران را در رگ‌ها می‌پروراندند و به راستی که پرورنده دست مادران ایرانی بودند، ترس و هراس بزرگ در دل رژیم برای بار دوم. اما شب برا رسید، دژخیمان شبانگاهان به خوابگاه دانشجویان حمله ور شدند. دقایقی بعد از در دیوار خوابگاه خون میچکید. گویی حیوان درنده‌ای به جان فرزندانمان افتاده بود. اما نه، حیوان به این جرثومگان شرف دارد. حیوان تنها برای سیر کردن شکم گرسنه‌اش حیوانی را می‌دراند. اما اینان چون نیاکانشان از خونریزی مست میشوند، دانشگاه به کشتارگاه تبدیل می شود و اکنون دانشجویان را کشان به بلندی‌های خوابگاه میبرند و برای هدیه به فاطمه زهرایشان به پایین پرتاب میکنند. امروز بر هر ایرانی بایستنی است که به خونخواهی از تمام شیر دلاورانی که در این 31 سال در راه آزادی کشور جان باختند برخیزند. Down with Islamic Republic in Iran! Down with Islamic Republic in Iran! فراموش نکنیم روزی مرگ به سراغ تک تک ما می آید. چه خوب و چه شیرین که مرگمان زندگی تازه‌ای و سرزمینمان بخشد، آزادی را به کشورمان ارمغان کند. فردوسی نامدار در شاهنامه چنین میگوید: بیایید